لباجار حسکه اتومبیلک لپیشیا ناوند آسایش تقیه چکدارین داعش جی تاخین کردان لحسکه بگرانی توپاران کرن. پیامنیر روداوی لحسکه راگهاند که ایرو سبه 6 چکداران اتومبیلک بمب کری لپیشیا ناوند آسایش تقاندن و در انجام ده هر 6 چکدار هاتن کشتن و 4 کسین سیویل و اندامک آسایش جیان خوش دستان. گلک جی بریندار بونه. بگوتنا پیامنیر روداوی دست پیک 3 چکداران د ناوا اتومبیل دا خو تقاندن و پشت را هر 3 چکدارین دنجی ایرشی ناونده کرن و 2 انجام شر د ناوبرا هزین آسایش وان چکداران دا او چکدار لجه بویری هات نکشتن. درباره توپاران دجی پیامنیر روداوی راگهاند که پشتی تقینه و شر لپیشیا ناوند آسایش حسکه چکدارین داعش جفه سبیده جنافچه مجرح لحسکه تاخین کردان لوی باجاری بها ونان توپاران دکن. احمد داوود، شیخ موس، شیرین رمضان، اسعد، شمس علی عبدو و سلوى حدو ده تقینان دا جیان خواه جدستان. لگوری آسایش حسکه یا سرب خسری یا دموکراتیک و پشتی ایرش هاونان یا چکدارین داعشه لسر تاخین کردان دست به اپراسیونه که کرنوان و گروپا که هاون آویتن همو هاتن کشتن و هجمارا و گروپی جی 5 کس بونه.